سلام دوستان، من سجادم. به کانال من خوش اومدید. امروز توی ویدیو میخوام یک آپشن و یک پیشنهادی بهتون بدم که بسیار بسیار کاربردیه و خیلی از ایرانی‌ها وقتی که مهاجرت میکنن بهتره که همچین گزینه‌ای رو تو جیبشون داشته باشن و متاسفانه خیلی هم از این گزینه خبر ندارن و اون چیزی نیست جز حساب بانکی رولوت. خب اول از همه بهتون بگم رولوت چیه. رولوت اول از همه بدونید که یک شرکت مالی بود که در انگلیس بنا شده بود چندین سال پیش و بعدها بزرگ و بزرگتر شد و پارسال مجوز و لایسنس تأسیس بانک رو گرفت در اتحادیه اروپا و الان طبق آماری که خودشون داخل سایت اعلام میکنن بیش از 18 میلیون کاربر فعال به صورت پرسونال اکانت دارن و بیش از 500,000 نفر با حساب بیزنس اکانت. بنابراین شما میتونید حسابتون رو مشخص بکنید که برای استفاده شخصی است یا برای کارهای بیزنس. طبق آماری که خود کمپانی رولوت یا بهتر بگیم الان بانک رولوت اعلام میکنه، میزان بیش از 30 کارنسی یا واحد پولی رو ساپورت میکنن که از پوند و یورو و جاهای دیگه بگیرید که اکثریت رو داره. متاسفانه ریال جزو اونها نیست یا تومان ایران و بیش از 200 کشور رو هم تحت پوشش دارن که باز هم متاسفانه کشور ما ایران جزو اونها نیست. و برای نصبش باید چیکار بکنیم؟ برای نصبش بدونید که توی هر دو پلتفرم iOS و اندروید، یعنی بهتر بگم توی اپ استور و گوگل استور، ما براش اپلیکیشنش رو داریم به اسم خود رولوت و شما دانلود میکنید و خیلی راحت ثبت نام بشه و اصلا هیچ چیز خاصی نداره. شما باید یک شماره تلفن معتبر برای خودتون داشته باشید و مدرک شناساییتون رو، اون اطلاعاتتون رو پر میکنید، تاریخ تولد رو میدید، به عنوان مثال مدارک شناساییتون رو آپلود میکنید، شماره تلفنتون رو میذارید داخل، براتون پیغام میاد وریفیکیشن، ایمیل و از این جور چیزها و در آخر ازتون میخواد یه عکس سلفی از خودتون بگیرید، ارسال میشه، بررسی میکنن و تایید یا ریجکتش رو یا مثلا نقصی باشه هر چیزی باشه بهتون اطلاع میدن. بنابراین خیلی اصلا میتونم بگم چیز پیچیده ای نیست و همون ابتدا که شما این حساب رو باز کردید به شما کارتی تعلق نمیگیره و فقط یک کارت ویرچوال یا مجازی اونجا بهتون اختصاص داده میشه به علاوه یک کارتی که به صورت دیسپوزبل یا به صورت برای خریدای اینترنتیتون هستش که وقتی خرید میکنید اون کارت رو از بین میبره و یک کارت جدید بلافاصله برای اون درست میکنه که اون بیشتر برای خریدای اینترنتیه. اما میتونید شما درخواست بدید، یک مبلغ جزئی رو پرداخت بکنید، ظرف 2 هفته کارتش به دستتون میرسه. کارتش یه همچین چیزیه توی همچین پکیجی که من نمونه کارت خودم رو بهتون نشون میدم. ببینید که این کارتی که من دارم مستر کارته و شما همه جای دنیا خرید میتونید باهاش بکنید، چه به صورت حضوری و چه صورت آنلاین. اما این رو در نظر داشته باشید که به عنوان مثال دانشگاهی که من درس میخونم، دانشگاه ماساریک، این کارت رو برای پرداخت اسکالرشیپ قبول نمیکنه و میگن که باید یک کارت و یه حسابی باشه که منحصرا مال خود این کشور باشه. احتمال داره که این قضیه برای اون افرادی که کار میکنن هم صادق باشه و اون کمپانی که توش کار میکنن بگن که حتما باید حساب چکی داشته باشید یا برای هر کشور دیگه ای این رو باید از همون شرکت بپرسید. اما مابقی کارا رو بدون نقص میتونید انجام بدین باهاش بدون ذره‌ای حتی تعلل و وقتگیری. حالا یه ذره از ویژگیاش بدیم. این اپلیکیشنش رو که نصب میکنید واردش میشید، دریایی از امکانات بهتون میده که خیلی خیلی کاربردیان. برای من به شخص اول اینکه بهتون بگم شارژ کردنش آنیه. شما از کارت اصلی یا از یک کارت دیگه شارژ میکنید و برای اون کارت دارنده اون کارت پیغام میره، تاییدش میکنه و همون لحظه کارتتون شارژ میشه. این شارژ کردن با انتقال حساب به حساب و کارت به کارت فرق میکنه و شارژش آنیه. باز هم تکرار میکنم، شارژش و نه انتقال پول. اما مهمترین ویژگیش برای من به شخصه ویژگی اکسچنجش هست. ببینید شما همونجوری که گفتم بیش از 30 تا کارنسی رو پشتیبانی میکنه. به عنوان مثال من اینجا توی کشور چک واحد پولش کرونه و سفر میکنم به عنوان مثال به آلمان، به وین، به جای دیگه ای از اتحادیه اروپا که واحد پولشون یورو هستش و همونجا آنن با چند تا کلیک بهش پیغام میدم که یعنی داخل نرم افزار میگم که به عنوان مثال من 100 یورو میخوام و از این پول من 100 یورو
به میزان 100 یورو چنج بکن. برای من به صورت آنن این کار رو انجام میده. برای خریدش نیاز به هیچ کمیشنی ندارید و هیچ پولی بابتش ازتون نمیگیره. اما وقتی که بخواید اون رو بفروشید و به کارنسی مبدأتون برگردید، اون یه فی خیلی کمی ازتون میگیره و اونقدری نیستش که شما به عنوان مثال میبینید که توی خیلی از جاها این مراکز اکسچنج و اینو ازتون میگیرن. خیلی مبلغ ناچیزیه و توی وقتتون توی همه چیزون میتونید صرفه جویی کنید و حتی این امکانو دارید که خورد این رو اکسچنج بکنید و مثلا نیازی ندارید یه دفعه 500 یورو چنج بکنید یا مثلا 200 یورو 100 یورو. مثلا دلتون میخواد اول 20 یورو چنج بکنید، میرید یه جایی میبینید که یکم کمه، دوباره 10 یورو دیگه. حالا اینا مثاله، ولی در اصل میخوام بهتون بگم که چقدر دستتون بازه تو این زمینه به هر کارنسی از اون سیتایی که خودشون اعلام کردن. از جمله ویژگی‌های دیگه این بانک این هستش که شما میتونید اونجا استاک یا سهام و حتی کریپتوکارنسی مثل بیت کوین، اتریوم، چیزهای دیگر رو خریداری بکنید، داشته باشید. حواستون باشه شما از ولت‌های دیگه نمیتونید انتقال بدید داخل ولت یا همون حساب رولوتتون و فقط تحت خود بانک و تحت میتونم بگم که توسط خود اپلیکیشن میتونید خرید و فروش کنید و اگر جای دیگه ای به عنوان مثال بیت کوین دارید حالا یا هر کریپتو دیگه ای دارید، اونها رو نمیتونید وارد بکنید اینجا و به اینجا اد بکنید. اینجا یه چیز جداه و برای خرید و فروشش هم یه کامیشن خیلی جزئی، برای خریدش که اصلا هیچی، ولی برای فروشش یک کامیشن بسیار جزئی ازتون میگیره و خیلی از کریپتوها و سهام‌ها رو هم داره و دستتون تو این زمینه بازه. این نکته هم الان یادم اومد بهتون بگم، اگر شما به عنوان مثال هر چیزی به عنوان مثال کریپتو دارید میخواید ارسال بکنید برای کسی، ازتون میزنید دکمه سند رو و یا گزینه سند رو، بعد براتون لیست مخاطباتون یا افرادی که میخواید براشون انتقال بدید و میاره و اونهایی که حساب رولوت دارن فقط میشه برای اونها انتقال داد و باز هم شما نمیتونید اونها رو انتقال بدید به عنوان مثال به کسی که نمیدونم ولت یه چیز دیگه ای داره. از جمله ویژگی های دیگهش به عنوان مثال یک چیزی شبیه قلک خودمون داره که اینجا یه چیزی مثل گاف صندوق شکلش، شما بهش میگید که تمام به عنوان مثال بسته به سلیقه خودتون و چیزی که مد نظر خودتونه بهش دستور میدید که تمام پول خورده هایی که توی حساب من میمونه رو اتومات برمی‌داره. به عنوان مثال اگر مثلا میگم 7 یورو خورده ایمون، اون خورده رو برمی‌داره توی حسابتون 7 یورو فقط میمونه و اونها رو براتون جمع میکنه و بعداً شما میتونید از اونها استفاده بکنید، عین یک قلک براتون عمل میکنه. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که داره اینه که شما اگر بخواید سفر برید و جایی رو بخواید بوک کنید، حالا از هتل، از فلایت، از پرواز، از هر چیزی بخواید، میتونید از طریق خود بانک رولوت این کار رو انجام بدید. حتی میتونید بوک کنید و بعداً پی بکنید که این رو حتما باید در نظر داشته باشید. همون ابتدا که حساب رولوت باز میکنید چند تا پلن براتون میاره. پلن فریش پلن استانداردشه، پلن‌های بعدیش مثل پلاس و پریمیوم و آخریش متال، اینها میره برای اون پلن‌های دیگه که باید به صورت ماهیانه سالیانه پولی براش پرداخت بکنید برای اون پلن‌ها. ولی خب اون سابسکریپشن ها یک ویژگی‌های اضافه بر سازمانی نسبت این پلن استاندارد دارن. به عنوان مثال پلن متال شما میتونید حسابتون رو سیوینگ بخشید براش درست بکنید و جایی که سیو میکنید با اینترست یا سود 1.2% که یه سود نرمال تو بانک‌های اروپاییه براتون سود در نظر میگیرن و واریز میکنن. شما هر زمانی هم میتونید ویدرا بکنید، پولتون رو برداشت بکنید و اینجوری نیستش بگن اگه سیو کردی باید 1 سال بمونه، 2 سال بمونه، 5 سال بمونه. آنن میتونید برداشت کنید چه سودتون رو و چه پولتون رو. خب عزیزان این بود از این ویدیو. خیلی سعی کردم کوتاه و فشرده باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. از اونجایی که میدونستم خیلی ها هستن که اصلا با این حساب آشنایی ندارن و مخصوصا ما ایرانی‌ها خارج از کشور با حساب‌های بانکی مشکل داریم برای باز کردنش، به نظر من این گزینه رو همیشه مد نظرتون داشته باشید. حتی اگر حساب بانکی هم دارید، به نظر من یه آپشنیه که داشته باشید و توی جیبتون به خاطر مزایاش حتی نگه دارید. من خودم بانک اینجا حساب دارم دیگه بالاخره و در نهایت این رو هم دارم برای خیلی از کارا، من جمله خرید اینترنتی با اون کارت های دیسپوزبل انجام میدم و
اکسچنج باش میکنم. اگر که بعضا بخوام کریپتو استاک و اینا خرید بکنم میتونم از این استفاده بکنم. خلاصه دستتون خیلی بازه و در نهایت این رو بدونید که شدیداً معتبر هستن، مخصوصا از سال پیش یا یکی دو سال پیش که این بانک شدن و رسمی هن و خیلی از دوستان غیر ایرانی و حتی ایرانی خودم دارن از این استفاده میکنن. خودم از این استفاده میکنم و هیچ مشکلی هم نداره. پس امنیتش 100% طبق تمام چیزهایی که میتونید برید داخل اینترنت سرچ بکنید و ببینید خودتون که همه توصیه میکنن که امنه و هیچ مشکلی هم نداره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطف کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک بکنید، کامنت برام بذارید و سابسکرایب بکنید کانال من رو، به دوستاتون معرفی بکنید. حرف دیگه ای ندارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.